قرمز 40 تومن. پیاز قرمز 40 تومن. پیاز زنجان ایتالیایی 30 تومن. 30 تومن. برو برای جریان. مشتی هم داریم 160 تومن. این زالونه روغنی. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در پنجشنبه بازار شاندرمن. امروز پنجشنبه 27 شهریور ماه و ساعت حدود 9 صبح. بازارهای هفتگی در گیلان از جاذبه‌های گردشگری هر شهره که در روزهای خاصی در هر شهر برگزار میشه. یکی از این بازارهای هفتگی جالب و جذاب بازار پنجشنبه‌های شاندرمنه که از چند بخش مجزا و با فاصله از هم برگزار میشه. بخش اول بخش مال فروشانه که در اون گاو و گوسفند به فروش میرسه و از صبح زود تا حوالی ساعت 9 الی 10 ادامه داره. بخش های دیگه بخش میوه و تره‌بار و بخش خشکبار و لباس و پوشاکه که تقریبا تا غروب ادامه داره. و بخش دیگر بخش محصولات محلی، مرغ و جوجه و ماهیه که در کنار هم هستند. همه این بخش ها با فاصله در مرکز شهر شاندرمن برگزار میشه. شهر شاندرمن هم جزء شهرستان ماسال و از شهرهای غربی گیلان محسوب میشه. قبلا هم ولاغ‌هایی از جاهای دیدنی این شهرستان در کانال قرار دادیم که میتونین در پلیلیست شهر شاندرمن یا شهرستان ماسال کانال ما ولاغ‌های اون رو ببینید، مثل شنبه بازار ماسال، گردش در ییلاقات ماسال و رانندگی در این شهرها. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون از ما حمایت کنید و اگر به گردش در بازارهای محلی گیلان و جاهای دیدنش علاقه دارید حتما ما رو سابسکرایب کنید. امیدوارم که از این بازار تابستونی هم لذت ببرید. سلام شجاع. بله برای جان کلومی چند کلی ساعت من هست؟ آقایم بفرما، آقایم بفرما، آقایم بفرما، آقایم بفرما.
مسعود ممکنه همونجا ماشین کمال اینجا بگیم مسعود کامل بساط بگیم سیاه ماشین کمال سلام علی جان. سلام سیب یار اونجا مصطفى معهم تفریق بدم مسابقه اصل خراسان علی یاد میده ماشین اینجوری بذار میوه هم به رقم 80 بخش محصولات مرد انگور برای جریان انگور سردش اینجوری ایلشت مقال هر دلیل داریم این سنتی 130 روغنی این هم 120 120 تومن این هم که بیاسته بیاسته 170 تومن
گوشتی هم داریم 160 داریم. یا روغن زیت. آره روغن 250 روغن یه اصل. لیتریه؟ یه لیتریه؟ نه نیم. نیم 250. 250 روغنش فوق‌العاده ها. این ارگانیک. اینم به نام جنگلی. اونم که جنگلیه ریز کیلو 50 تومن. کیلو 50. سیب آلو شبرق رو اخته 180 پسته 500 بای بیگه تا نون اتا نور بیاد کردن بای بیگه هنده این مقدار بیگه سیب زمینی سیب زمینی چند 35 تا بودی 35 تومن 35 تومن پیاز قرمز 40 تومن پیاز قرمز 40 تومن پیاز زنجان ایتالیایی 30 تومن اینم 30 تومن دست قابل شما رو نداره دست شما در قربانت نکنه بره بدهی اینا نگهدارتون محصولات محلی و مرغ جوجه نمیدونم چقدر فاصله داره چه فیلم برداری آره واجب این هشت آجی هم تخم مرغی و هم چوده 7 تخم مرغ تازه و محلی مال مرغ جوجه بود این بازار ماهی سید شلوفتر ماهی بازار زنده حتی نبود زنده 490 این زالونه روغنی این مای سفید از طرف این اشبل هم داره این چند مای سفید؟ اشبل داره یا؟ با اشبل یه تومن اینم اشبل حسن هم شاید این بسته چنده اشبل کوچیکا؟ 150 ممنون هست این شور این دودی
فروشی اون سمت، این برم ماهی و این مرغ و جوجه است. بازار دام هم که اون سمت بالا، مثل اینکه بیاد بگیرید این خود اصلا فاصله داره. حاجم ما سلام یاد مدد بالای لگن این قابلم رشتی سرویسی 300 هم 40 50 60 در بغلا خونش با مایی بخورید باید سلام سلام نه هر بغلا خونش با مایی بخورید باید هم بیار اما ماشین تهران خرید کنیم ما کرایه آشته حساب کنیم ماشین های بانگاه همه
خیلی کوچه ها و همراه ماشاءالله چون و خونه چهار چنده؟ اونم که دیگه من روانه کردم بعد است بودم شو برقص اون حبوبات رایی که ما آقا جان چهار تو چنده؟ خود محمدی سلام خود دارچین تمسا داره آرش کمانگی رو میگیره چیزی که من میفهمم نه میدون اصلیش باشه راست خیلی گرمه دلیل نمیشه ما چای نخوریم چای شما خوری اون لذت برده باشید حمایت هم فراموش باشه پیمی جان رو پیمی